دوستان سلام. یه نکته خیلی مهم در رابطه با تلویزیون های LG که متاسفانه تعدادی از فروشنده ها با وقاحت تمام اون رو کتمان میکنن و وقتی مشتری باشون تماس میگیره سعی میکنن با دادن اطلاعات ناقص مشتری رو گمراه کنن. یکی از این اطلاعات ناقص نگفتن مدل نامبر کامل تلویزیون هستش. مثلا شما وقتی باشون تماس میگیرید و در رابطه با تلویزیون ازشون سوال میکنید، هر دو مدل تلویزیون 65 QNED 816 و 65 QNED 813 رو به عنوان تلویزیون 65 QNED 801 به شما معرفی میکنن و عدد آخر مدل نامبر اون رو حذف میکنن تا تلویزیون ارزان‌تر رو با همون قیمت به شما به فروش برسونن. اگه دوربین بیاد جلو، روی هر دوتای این تلویزیون‌ها ما نوشته 65 QNED 801 رو میبینیم. روی این یکی هم نوشته شده 65 QNED 801، ولی اگه لیبل ها رو ببینیم روی این یکی نوشته شده 65 QNED 813 RE و روی این مدل نوشته شده 65 QNED 816 RA. دو مدل کاملا مجزا هستند، پس به این نکته دقت داشته باشید و قبل از نهایی کردن خرید خودتون از فروشنده بخواید مدل نامبر کامل تلویزیون رو به اطلاع شما برسونه.